ویدیو اینجا ما 6 تا از خفن ترین رکوردهای گینس رو داریم و اگه من نتونم بیشتر از 3 تاشو بشونم باید مجازات بشم. برای اولین رکورد من باید 28 جفت جورابو توی 60 ثانیه بپوشم. آقا فقط من اینو بگم، من 28 جفت جوراب نتونستم گیر بیارم. واقعا کی 28 جفت جوراب داشت؟ میخوای چیکار واقعا؟ تونستم کلا 12 جفت جوراب گیر بیارم. خب بچه‌ها من میکروفون رو در آوردم چون ممکنه بود یه ذره صدا اذیت کنه و آماده این یا نه؟ 3 2 1 برو بریم. حاجی بالاخره تموم شد. بچه ها فکر نکنم این دوباره پایینه. فکر نکنم تونسته باشم رکوردو شکونده باشم. نفسم بند اومد. الان بچه ها پای من نما کنین. کسایی که بچه ها سفارش میخوام برای این کفش، قشنگ اینه کفش شده نگاه. کسایی که سفارش میخوام برای این کفش حتما به شماره زیر پیام بدن که من این کفش رو براشون ارسال کنم. تموم شد. خب بچه‌ها رکورد بعدی که باید بشکنیم اینه که باید این 2 تا لیوان آبو توی 30 ثانیه بدون اینکه از دستمون استفاده کنیم بخوریم. یعنی باید دستمون بسته باشه با این وسیله و باید این 2 تا لیوان آبو بخوریم. ما سوال نکنیم من کجا آوردم، دیگه به هر حال ما هم این نفوذایی برای خودمون داریم و آره. خفه شو بابا. خب آقا من اینو بستم. اوکی الان دسته من بسته است و اینکه آقا بچه‌ها این لیوانا توش آب واقعی فکر کنم مشخصه، نگیم نصف است. ببینید تکون بخوره کاملا مشخص. برو بریم آقا ببینیم میتونیم یا نه. 3 2 1 خب آقا یه ترای دیگه بریم. من واقعا نابود شدم. آماده ایم. 3 2 1 تمام. دیگه چند تا خطر رو بپذیریم. بالاخره این چالش رو تونستیم انجام. خب بچه‌ها رکورد بعدیمون از این قراره که من باید این 5 تا تیشرت رو توی 15 ثانیه بپوشم. برو بریم ببینیم میتونیم یا نه. راستی قبلش تو کامنت ها بگیم رونالدو یا مسی. من خودم رونالدو فنم. 3 2 1 اینجا شد. چرا نمی‌بینم؟ بگم تموم شد. نازین. تمام. پوشیدم دیگه. خب من گفتم از الان به بعد رکوردامو با این لباسا بشکنم شاید برامون خوشنامی بیاره. چه ربطی داره؟ برای این رکورد باید 5 تا خودکار رو روی یه گوشم بزنم. دیگه مطمئنم همه تو این مدلی دیدیم که خودکار رو میزنن روی گوششون. یعنی 5 تا خودکار این و 5 تا خودکار این بر. بریم آقا بریم. این اولیش خیلی بالا. دومیش 3 وای 4 خیلی وای این چقدر 4 یه ترای دیگه این سری از این بشون برو بریم من میذارم اینجا. بابا نمیدونم چجوری رو خودش مونه. خب
یه فکر میذارمشون رو هم دیگه اینجوری. آها بجی الان چند تا رنگ بشمه؟ 2 3 4 5. خب 4 تا رنگ بشم که هم بذارم تموم. خب این گوشو گذاشتم. آقا این گوشو گذاشتم. برو بریم این از این سومیش مادرت نگید یا جون مادرت بستا دیگه. سومیش حاجی به خدا برنج وایسا نگید نه آقا وایسا جون مادرت نگید یا حاجی نگید 4 وایسا دیگه 4 آخریشه وایسا وای بچه افتاد باید پیارمش. خب بچه برای انجام این یکی رکورد من باید این رویه ها رو از این خط مشکی که امیدوارم مشخص بشه بکنم اوکی مشخصه این لوبیا ها رو از این خط مشکی زیر 30 ثانیه رد بکنم. آماده این یا نه؟ برو بریم 3 2 1. بچه ها تموم شد. مطمئنم که رکوردر شکوندم برام. وای حاجی سرم داره گیج میده. فکر کنم اینو توی 25 ثانیه تونستم رو رد کنم. اونایی هم که افتاده زمین دیگه همه رد شده دیگه. اینجا کاملا هست و آقا چه قبول کنیم چه قبول نکنیم من باید مجازات بشم. گوش کن چی دارم بهتون میگم. من اصلا چیزی برای دست دادن ندارم. حالا اینو قبول میکنیم برای اینکه یه ذره روحیه بگیرم. مثلا کلا توی این ویدیو خودم عذاب دادم. من دارم از گرما میمیرم. سرگیجه گرفتم. لیوان ریخ اینجا رو جمع کردم. الان باید نیم سر روحیه ها رو جمع کنم. تو داریم زحمت میکشیم. تو نمیدونی چه بلایی سر ما اومده. ویدیو رو لایک کنیم. خب آقا همچنان ما با این جورابای خوشگل سر و کار داریم و من باید این 10 تا جوراب رو توی 30 ثانیه شوت کنم توی این سبد. اگه نتونم که مجازات میشم، اگه بتونم هم بازم مجازات میشم. بریم ببینیم چی میشه. بچه حتما تا آخر ویدیو باشید که ببینیم چه مجازات بچه ها. 3 2 1. یکی اینجوری نه رو دیوار 2 تا رفته تو همان. وای 2 تا رفته تو دیوار. به خدا دیوار سریع کنم. برو. آها بچه ها شاید فکر کنیم نزدیکه ولی واقعا سخته. من چون این مدلی میندازم یه ذره سریعتر میتونم پرش کنم. 3 تا برو دیگه برو دیوار نمون. برو A few moments later. بچه ها واقعا نمیتونم. رفته رو مخم که این 10 تا جواب رو تو 30 ثانیه در بیارم. موجی نمیشه. واقعا حالم خوب نیست. آقا بریم مجازات بشیم دیگه. خب آقا رسیدیم به بخش مجازات و بچه ها یه چیز جالب بهتون بگم. من توی گوگل سرچ کردم محلولی که باعث اسهال شما بشه خفه شو بابا. بچه ها یه لیست کامل برای من آورد و گفت اگه هر کدوم از اینا رو با هم دیگه ترکیب کنی آره دیگه و اون چیزایی نبود بچه ها. من یه سری چیزا ریختم. پنیر خامی یه چوسه انقدی، آلبالو یه چوسه انقدی، دوغ و از شانس بعد ما هیچ دوغی نداشتیم جز دوغ آبلی و مجبورم الان بریزم. به خدا چه گیری کردیم. وای اینو باید بخورم. و در ادامه آب لیموی ترش. چه گندکاریه. سس قرمز. وای این چیه و فلفل سیاه پودرش که خیلی باشه. بذار من اینجا باشم برم. آها چه با این بریزیم بهتر. زیاده یه ذره بریزم آلمانو. آها خوبه دیگه. خدای خوب. خب حالا بریم این محلول
افتضاح رو هم بزن. وای حاجی خیلی فلفل ریختم. وای خیلی فلفل ریختم. بچه ها من اینو کامل ترکیب کنم. خب آقا من اینو هم زدم و هنوز آلبالوهاش کامل له نشده، ولی پنیر خامه‌ایش چرا آلبالوشو یه تیکه ازش برمیدارم میخورم. آقا بریم این محلول خوشمزه رو بخوریم و به فنا بریم. خب آقا رسیدیم به بخش مجازات و بچه‌ها من از همون اول ویدیو از همین بخش ترس داشتم که نکنه چند تا از رکوردها رو نتونم بشونم و مجبور میشم مجازات بشم، چون قبل ویدیو اون لیست رو از گوگل در آورده بودم. خفه شو بابا. و الان ما اینا رو ترکیب کردیم. من بیشتر زغالشو رو نمیتونم بخورم بابا. بوش کنم. وای بوی فلفل بوی تو ولی آماده این یا نه؟ اولین باشو حاجی چقدر تند و تلخ و چرا اینجوریه؟ وای بچه خیلی افتضاحه. یه قاشق دیگه هم باید بخورم. خدای کمکم کن. یه قاشق دیگه پر. آخرین قاشق هم بهش که شما میریم، ولی واقعا دیگه بعدش نمیتونم. برو پایین دیگه. من باید برم آب بیارم. بچه واقعا افتضاح بود، یعنی حالم داره به هم میخوره. خب بچه دمتون گرم، مرسی که تا آخر این ویدیو با من همراه بودین. کسایی که تا همین لحظه با من همراه بودن توی کامنت ها برام یه قلب قرمز بذارین و بچه ممنون میشم که حتما این ویدیو رو لایک کنین و برین تو چنل منو سابسکرایب کنین و زنگوله کوچیک بغلش هم فعال کنین که هر موقع ویدیوهای جدید چالشی و خفن گذاشتم مثل این ویدیو سریع با خبر بشین و بیاین ویدیوهای منو ببینید. اینم یادتون باشه هر سابسکرایب شما 1% بهتر شدن ویدیوهای من. مراقب خودتون باشین تا یه ویدیو دیگه. فعلا